والفاتحة شلوها. السلام عزیزان زبایی نکنید برسید تحلیل السلام این برادران لطف کنم مادران خواهران عزیز لطف کنم برسید تحلیل السلام لا اله الا الله.
المؤمنین و المسلمات یوم یقوم الحساب بنبی بعد الفاتحه و الصلوات. عزیزان ملت کن از سکوت و رعایت کنن تلقین میت خورده بشه. همکاران عزیزمون بزرگواری کنن، نوازندگان ساز شفیع محبت کنن، سکوت و رعایت کنن، مادران خواهران مرسی لطف کنن، سکوت و رعایت کنن تلقین میت خورده بشه. از محبتتون ممنونیم، سپاسگزاریم که محبت کنید. همه برن عقب‌تر، هوا گرم است. خیلی ممنونیم، فاصله رعایت کنن، بیان عقب‌تر، یه چند متری برن عقب‌تر، از قبل فاصله بگیرن. سپاسگزاریم از لطفتون. اجازه بدن تلقین خورده بشه. خیلی ممنون. نوروزی عزیزم، خوشنما عید بختیاری و استاد میبدیرم پیشکسوت عطا مداحی استاد ابراهیم کریمی و نوازندگان چیردست استاد محمدی رکعتی و همه هنرمندان خانی هنرساز و چپ و نی که با وحدت رسیدن تشکر میکنم. ما را در غم خودتون شریک بدانید که از این وقت نمیکنم. میکروفون را به استاد حسین پور واگذار میکنم که انشاءالله خودشون با وحدت از مردم برقرار پذیرایی بکنم. شب اول قبر برادر اعظم کربلایی آمدبخش حسین پور هست. اموات قبرستون مد نظر با سویدای دیر و بنفقی و نوارده یوم یقوم الحساب. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران بحق القرآن بروحهما آنوربخش عزیزم بخوانید رحم الله من اهاد الفاتحه. هرچی ارادت به امام حسین دارید بلند سلامات بدید. خسرو ما با تاج کیانی و یوسف ما با حسن جوانی با نهایت تعلم و تعصب از طرف بزرگواران حاضر، مخصوصا جنگ شریف، همکاران بزرگوار، علمای عزیز روحانیت عالی‌قدر، فرومند سفر کرده زندگیات رضا ابراهیم محمدی رحمت الله علیه و المغفره. از روی عزیزانم از شهر سررشت، مردمان محله برافتاب،
ممنونم از محله ماضی لطف دارند بزرگواری کردن زینت افزای مجلس و محفل بودن. محترمینم از شهر لردگان کمال سپاسگزاری رو دارم از لطف عنایت مهمانان عالیقدر دلکشودگان دین بزرگوار خالدی مردم تلاریشه یاد جوان نازم زنده یاد محمد رضا خالدی یاد خواهر مؤمنین او سفر کرده زنده یاد مرحوم آناهیتا خالدی رحمت الله علیها مردم آتشگاه ممنونم از کده گاکده مونم جاجو دورک و فاج و برکام بزرگواری کردن احترام نمودن نهایت سپاسگزاری دارم از کارشناسان صدیق اداره ثبت احوال شهرستان ممنونم جناب مهندس حسن جناب مهندس حسین بود سپاسگزار لطف برادر عزیز ارزشمندم جناب دکتر نگین تاج ریاست محترم دانشگاه پیام نور شهرستان لردگان از گل وجودشون ممنونیم سپاسگزاریم این ولایت مدار خالدی که حامل پیام تسلیت برادر عزیزم جناب الله سهام خالدی هستند در شاید مفتاد غریب سلام شهر سربت بزرگواری مهمانان عالی قدرم از شهر لردگان دلشستگان آیان خالدی یاد کربلایی جان محمد خالدی یاد جوان برومند زنده یاد مرحوم مشهدی راه خدا خالدی رحمت الله علیه و المغفره خانواده های معصب شهدا اساتید بزرگوار فرهنگی محترم اساتیدی نور چشمان از شهر لردگان و اندیه محمود شهدا آیان جوابی خوش آمد از لطف جناب الله حاجمان خالدی از بزرگان خالدی سپاسگزارم مردمان سردشت سفرا طلایی آتشگاه از شهرک فد در میت جناب الله حاجمان خالدی از بزرگان خالدی برادر عزیزم مدیریت محترم کارخانه آرد شهرستان جناب مهندس مولا روح الله خالدی که حامل پیام تسلیت پدر بزرگوارشون بزرگ خاندان ایل خالدی جناب الله محمد آقا خالدی هستند سپاسگزار لطف سروران عالی قدرم نور چشمانم که محبت داشتن از محبت جناب کربلایی ملا خان میرزا جناب کربلایی ملا نصرالله باباپور به اتفاق برادرانشون که با نوای استاد شفیع ابراز همدردی بودن از لطف عنایت جناب کربلایی ملا خدا نظر جناب آقایان باباپورایان حسنی شهروندان عزیزم ممنونم از لطف عموزاده های عزیزایی های بزرگوار از اسلام آباد میلاد نور چشمانم از شهر لردگان از حوزه شهر رو استادم بره یاد جوان برومند برادر عزیز زنده یاد ابوالحسن حسین پور رحمت الله علیه و المغفره در این مجلس و محفل ابوزاده حسین آباد ممنونم. تمام چه؟ صبح هفتهشه چه سیلا لا چه جرمه ولایت زمان خوبی ایام بوینه کنه بار دو نور بابا مایا شال بحثه گردن مت و دستمال بنامه خدای و مایند جان و خرد از این برتر اندیشه بغیر نگذره خداوند هست خداوند هست خداوند نیست
همه چیز گفتم من که زد یکی نام کجا میری؟ من آسف سیفدار رفا؟ کجا میری؟ نام ما دیر من همین الان اومه دیوار چندی رومه هزی با نیسان نیا نانسی تو استاد اون رو اوضاع خوبی؟ خدا را شکر بد نبونه خدا را شکر ما سیفداد دیر رسیدیم از رفت شهر کرد اومد